و رسول صلی الله علیه و سلم این مسئله چی گفت حدیثنده تکرارا مرارا گفت، تکرار کرد که لا تغضب، یعنی لا تغضب یعنی چی؟ غضب نکن. لا چی میگه مننده؟ لایه نهی کرد، یعنی تغضب غضب چی شد؟ یعنی فعلی مجزوم شد. غضب نکن، چی نکن؟ غضب نکن، لا تغضب. این چیز لا تغضب چی دارد؟ یعنی دو احتمال دارد. غضب نکن یعنی چی دارد؟ یعنی دو احتمال دارد. فهمدید؟ دو احتمال دارد. برای آنکه معنای غضب گفتیم، یعنی هم به غضب چی میگن؟ یعنی شریک جعفر صادق رحمه الله میگوید که جعفر صادق، جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب میگوید که جعفر رحمت الله علیه الغضب میگوید الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر، یعنی این غضب کلید تمام بدی ها. کلید چی؟ تمام بدی، تمام شر. هم به چی میگن؟ یعنی غضب میگن که الغضب میگن جماع الشر، جماع شر و ترکه جماع الخیر. یعنی غضب این تمام شر خودش به جمع میکنه و غضب ترک کردن تمام خیر خودش به جمع میکند. یعنی فهمده؟ و عبدالله ابن مبارک رحمه الله میگوید که غضب، میگوید عبدالله ابن مبارک رحمه الله غضب تفسیرش انده میگوید که غضب میگوید حسن الخلق. غضب چی بوده است؟ خلق نیک. خلق نیک، ها؟ خلق نیک یعنی معنیش چی میشه؟ یعنی سخاوتمندی، الکرم، احترام، حرمت کردن، بخشیدن، حلم، صبر کردن، یک چیز تحمل کردن. همین چی میدارد؟ حسن خلق میدارد. همین چی؟ عبدالله ابن مبارک ها؟ ترک غضب، یعنی ترک غضب چی بده است؟ یعنی حسن الخلق بده است. یعنی ترک غضب یعنی لا تغضب، معنای لا تغضب چی بوده است؟ یعنی حسن خلق، یعنی خلقت نیک. یعنی همین چیز که امام احمد و اسحاق ابن راهویه غضب یعنی ترک غضب به همین چیز تفسیر کردن. یعنی فهمید؟ علمین با عظمی چیز چی میبرد؟ یعنی ما به یعنی قول نبی صلی الله علیه و سلم جنده چی دو احتمال داره، هر دو احتمال هم صحیح. این حدیث دو چیز خودش به یعنی چی دربار میگیره؟ دو چیز چی میکند؟ یعنی هذا الحديث يتضمن امرين. الامر الاول يعني چه؟ رسول صلى الله عليه وسلم هنا يأمر بماذا؟ بالاخذ باسباب حسن الخلق. یعنی اینجا رسول صلی الله علیه و سلم این صحابیه وقتی که اومده گفت که من به وصیت کن، رسول صلی الله علیه و سلم چه چیز به امر کرد این صحابیه؟ حسن خلق به، یعنی سبب های چی؟ حسن خلق به. یعنی حسن خلق چی گفتیم؟ یعنی میداریم به این به میدار اومده که چیز یعنی الکرم، السخا والنعم والصفح والعوف والحلم والصبر واحتمال الاذى. همین چیزا، صبر کردن، حلم، ملایمی، بخشیدن، سخاوتمندی، صبر کردن، بخشیدن، یعنی یک مصیبت تحمل کردن. همین چیزا چی به میدارد؟ یعنی معنای این حدیث به میدارد. و علیکم السلام. معنای همین حدیث به چی میدارد؟ یعنی گویا که رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ همین چیزا به این صحابیه ارشاد کرد که همین چیزا چیکار کن؟ گفت یعنی همین چیزا به تحلی، یعنی همین چیزا به چی کن؟ یعنی از خود کن. همین سبب علم صفات ها تو با پیدا شود چی میشه؟ تو غضب نمیکنه که میشه. فهمیدید نه فهمیدید؟ همین چیزا تو با پیدا شود اگر چی میشه؟ تو غضب نمیکنی. اگر همین صفات های حسن خلق تو با پیدا شود، علم حالت تو غضب نمیکنی. لا تغضب یعنی معنیش غضب نکن. هم نمیدوند غضب. تو چی رسول صلی الله علیه و سلم جنده و ارشاد کرد که همین کاری که همین کنی تو غضب نمیکنی. یعنی اگر همین صفات ها تو با باشد، یعنی حلم، صبر، حلم، صبر، بخشیدن، از یاد برآوردن، یعنی اذیت تحمل کردن، کرم، سخاوتمندی، وسیگی، همین چیزا اگر تو با باشد، تو چی؟
غضب نمیکنی. فهمده؟ فهمده؟ على چیز یعنی هم صبر هم به رسول صلی الله علیه و آله و سلم حدیث صحیح بخاری ده حدیث سلیمان ابن سورت رضی الله تعالی و ارضاه. سلیمان ابن سورت رضی الله تعالی عنه ده چی میگوید؟ یعنی میگوید که غضب از بین رفتن به چی؟ به استعاذه میشد. یعنی بچه استعاذه برای همین رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که مادر میبیند که غضب کرده استاد چی میکند؟ یعنی ارشاد میکند که من بچه به استعاذه با یاردم الله تعالی طلب چی دور کن میگود. و چون حدیث بخاری حدیث ابو هریره رضی الله تعالی و ارضاه اومده که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که لیس الشدید بالسرعه یعنی سرعه صاد رای عین تا مربوطه سرعه. سرعه ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. یعنی السرعه یعنی بچه با فتحه هم میبیاد با سکون هم میبیاد، بالسرعه هم میشد و بالسرعه هم میشد، صاد و رای و عین تا مربوطه. این تا یعنی معنای چی میتید؟ معنای یعنی مبالغه میتید. تا بعد چی میتید؟ مبالغه میتید یعنی بسیار. اگر با فتح سرعه گویم و چی میشد؟ یعنی الذي نعم یعنی سرعه چی میشد؟ یعنی سریع قوی میشد. الذي لا يسرعه احد من الناس بل هو يسرع الناس. یعنی یگان کس و یعنی چی؟ یعنی مسارعه میگه. مسارعه چی؟ گشتنگیری. مسارعه یعنی چی؟ نوع مشقی که چی گرفتن بربه میگون که یعنی همین مسارعه میگون. یعنی سرعه چی بده هم آدمی که یعنی همین گشتنگیری همین مشقندش یگون کس وای چی غلبه کردن نمیتونه بلکه وای همه چی غلبه میکند. اما سرعه گویم عکسش میشد. یعنی برای همین جنده بچی میبیاد یعنی با فتح سرعه. رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که لیس السرعه یا لیس الشدید بالسرعه. شدید یعنی شدیده، شدید که وای قوی، آدمی قوی، آدمی یعنی چی؟ یعنی مرد با قوت، آدمی که قوت دارد، آدمی که مرد. وای همون نه که یعنی آدمای چی میکند؟ یعنی همین چی میگیم؟ گشتنگیری میگیم. یعنی همین چی دیگه روی غلبه میکند، یعنی با قوتش و با زورش آدمای غلبه میکند. نه وای قوی نه. قوی آدمی که حقیقی مثلا قوت دارد و هم باسش یعنی سخت و قوت دارد وای کی بوده است؟ همونه که نفسش حالت غضبنده می‌دارد. کی بوده است؟ وای نفسش حالت غضب می‌دارد. یعنی السرعه میگوید نعم الشدید هو من یملک نفسه عند الغضب. شدید آدم قوی و آدم با قوت که بوده است همونه که نفسش حالت غضب چی میکند؟ یعنی می‌دارد. فهمید؟ اما همونه که غضب یعنی انفجار میشد یعنی وای چی؟ وای این چی دلالت میکند؟ یعنی ضعیفش به، ناتوانیش به، عاجزیش به، بلکه اعوذ بالله علامت نفاق به این دلالت میکند. هم خیلی نه؟ هم خیلی نه؟